خب سلام، وقت شما بخیر دوستان. بعضی حرفا هست که باید بهش تفکر بشه و گفته بشه، چون که نیاز نیست که حتما یک کسی رله بدون مکس پشت سر هم صحبت کنه و بخواد منظورش رو راحت برسونه. نیاز هست که بعضیا تفکر کنن. من همیشه سعی دارم که مردم رو به این زحمت بندازم، همیشه خورده نصیبشون نشه، بلکه گنده نصیبشون باشه که بتونن خودشون واش کنن. حالا چه مشاور میخواد باشه، چه درسونه توی هیتای دیگه، چه در اجتماع. باید ما سعی کنیم که کلمات گنده رو تحلیل کنیم. من خیلی از دوستان بودن که مشاورها پیششون صحبت که میکردم چیزهایی رو از صحبت ها میکشیدن. برای چی؟ برای اینکه نیازه، هیچ چیزی بی نقص نیست. چرا؟ چون که همه وقتی کنار هم قرار میگیرن بی نقص میشن، اونم نه در برابر یک خالق، بلکه در برابر خودشون، در برابر مشکلات خودشون. پس وقتی که من از یک چیزی میخوام بحث کنم، اول مکس فکر کردن میکنم که آیا چیزی که میخوام بگم میتونه درست باشه، میتونه از روی عقل باشه. پس چیزی نیست که یکی بخواد این رو به مشکل بگیره. چرا؟ چون که از سبک حرف زدنش خوشش نیومده. خب به حرف زدن مهم نیست، مهم اینه که ببینیم چی میگن. به قیافه مهم نیست، مهم اینه که ببینیم چی میگن. متشکرم از شما.